همه نعمت‌های خداوند خوب هست. خداوند در هیچ نعمتی از نعمت‌هایش، چه مادی، چه معنوی، چه دنیوی، چه اخروی، ضرر و زیان برای بندگانش قرار نداده. هر چیزی که خداوند آن را به عنوان نعمت معرفی کرده حلال هست. اگر حلال هست اجازه هست که ازش استفاده بکنیم، پس نعمت هست. اگر نعمت هست خدا اجازه داده که استفاده بکنیم، پس خوب هست، پس مفید هست. چون خداوند به غیر مفید دستور نمیدهد و هر چیزی که خداوند اون را معصیت معرفی کرده و گناه، در نتیجه حرام هست و ممنوع هست و نزدیک شدن به اون خطرناک هست. چون نزدیک شدن به حرام یعنی نزدیک شدن به گناه و نزدیک شدن به گناه یعنی نزدیک شدن به خشم خدا و جهنم و بی‌آبرویی و ذلت و خواری و ضرر و زیان و تباهی و پریشانی و ناامنی و ترس و دلهره و هر چی که حساب بکنید. پس نتیجه میگیریم که حلال خدا خیر محض است و رضای خداست و سلامتی و سعادت است و حرام خدا معصیت و گناه است، در نتیجه ضرر محض هست و در نتیجه خشم خدا هست. همین کافی است که بدونید. یک مطلب دیگه مونده که انسان بعد از اینکه این قاعده رو فهمید باید بپردازد به حلال شناسی و حرام شناسی، خوب شناسی و بد شناسی، پاک شناسی و نجاست شناسی. اگر حلال این خاصیت داره، چه چیزی حلال هست تا این خاصیت نصیب ما بشود؟ اگر حرام این خاصیت داره، چه چیزی حرام هست تا از اون فاصله بگیریم، تا از اون دوری بکنیم؟ و دوری از حرام یعنی خوشبختی، یعنی سلامت. میگن دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. منظورشون اینه که تو دست پای شتر بخوابید شاید سر و کلت خورد بشه. دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. در حقیقت دور از حرام بخواب، دور از گناه بخواب، دور از معصیت خدا باش، زندگی خوبی خواهید داشت در دنیا و آخرت. شاید دور از گناه باشید مال خوبی نداشته باشید، مقام خوبی نصیبت نشه در دنیا، ولی همه چیز که تو مال و پست و مقام و شهرت و حکومت داری نیست. هر که بامش بیش برفش بیش. ولی این قاعده دور از حرام باش، زندگی خوبی خواهید داشت، این شکی درش نیست. این هم یک نوع سرگرمی است. تق یک نوع سرگرمی است. جاش هم تو عروسی هاست. اینطوری حالا رسم شده که تو عروسی ها بچه ها ترقه بزنن، فشفشه بزنن. اونجایی که کلاسشون بالاتره فشفشه میزنن، فشفشه ملون میزنن تو هوا، رنگی میشه، روشن میشه، خوشش میاد، طرف کیف میکنه، یه فشفشه فرستاد هوا. خیلی چیزا رسم شده، جزء رسم و رسومات ما هم نبوده. خیلی چیزا رسم شده، جزء برنامه‌های دینی ما هم نبوده، ولی به ما تحمیل شده، آمده جزء زندگی ما شده، جزء شادی‌های ما شده، جزء خوشی‌های ما شده، جزء خصلت‌های زن‌ها و مردا و جوانای ما شده. ما باید در همه احوال شکر خدا را بکنیم. خداوند نعمت فرستاده که ما رو توانمند بکنه، نه اینکه نعمت فرستاده که ما رو ضعیف بکنه، روز به روز عقب‌تر ببره. واقعا جای تعجبه. هدف خداوند از همه نعمت‌ها که حلال نموده که بندگانش قوی بشوند، توانمند بشوند و بعد به عمرانی و آبادی
زمین بپردازند